با نام یاد خدا و عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. در ادامه مباحث تحلیل مدارهای الکتریکی، همونجور که در جلسات پیش دیدیم، جلسه اول مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه‌ای مدار و تحلیل مدار متمرکز بود که در خصوص ولتاژ، جریان، توان و خود مدار و تحلیل مدار صحبت کردیم. در جلسه بعدی اومدیم در خصوص عناصر الکتریکی صحبت کردیم. گفتیم این عناصر الکتریکی که حالا مدار رو تشکیل میدن، ما فعلا 4 تا عنصر الکتریکی که معرفی کردیم منابع تغذیه بودن، مقاومت ها بودن، خازن ها بودن و سلف ها، که گفتیم فعلا بحثمون رو روی منابع تغذیه و مقاومت ها متمرکز میکنیم. به این مدارهایی که فقط از مولد و منابع تغذیه و مصرف کننده های مثل مقاومت ها ایجاد میشن میگیم مدارهای مقاومتی. تمامی قوانین، تمامی روش های تحلیل و بحث ها رو روی مدارهای مقاومتی انجام خواهیم داد. بعد اینها رو تعمیم میدیم به مدارهایی که داخلی ذخیره کننده انرژی یعنی خازن ها و سلف ها هم وجود داشته باشن. بعد اومدیم خود مولدها و منابع تغذیه رو معرفی کردیم که چند لحاظی حالا بحث AC بودن و DC بودنش به کنار، که فعلا بحث ما منابع تغذیه DC هست و متناوب نیستن، با فرکانس کاری نداریم فعلا. از لحاظ نوع منابع تغذیه میتونیم به ولتاژ و جریان اشاره کنیم که خود ولتاژ میتونه مستقل و وابسته باشه، همینطور جریان. اینکه مستقل باشه مهم نیست، به که جریان و ولتاژ جاهای دیگه ای از مدار به چه مقدار هست، اما اگر وابسته باشه منبع ولتاژ یا جریان ما، مهم هست که جای دیگه این وابستگی، چون وابسته است به ولتاژ جریان جای دیگه ای از مدار، پس باید اون مقدار اول به وجود بیاد تا این وابستگی هم از لحاظ محاسباتی دیگه مشکل‌زا نباشه. بعد از لحاظ شکل‌های شماتیکی مدار بررسی کردیم و اینها رو میتونید توی کلیپ دوم در پیجمون مشاهده بفرمایید به صورت کاملتر. خب امروز به دومین عنصر الکتریکی مد نظر خواهیم رسید. بحث مقاومت ها رو داریم. کلا مقاومت ها یا رزیستور ها عناصری هستند، عناصر الکتریکی هستند که در برابر عبور جریان مقاومت میکنه. حالا یه جوری اگر مثلا بخوایم زمین سازی ذهنی بخوایم انجام بدیم، براش مشابه بیاریم، یه چیز مثل اصطکاک در برابر حرکت. خب اصطکاک در برابر حرکت مقاومت ایجاد میکنه دیگه، نمیذاره به راحتی حرکت انجام بشه. مقاومت هم یک جور اصطکاک در برابر عبور جریان هستن. حالا بخوایم نه دقیقاً به اون صورت، ولی خب اگر بخوایم یه جورایی بیشتر شبیه سازی ذهنی بکنیم، میشه مقاومت ها رو به این شکل هم معرفی کرد. شکل مداری یا شماتیک مداری مقاومت ها به این صورت هست، یا حالا به صورت عمودیش به این صورت، که به خاطر حالا حرف اول رزیستورها معمولاً با R نمایش میدن مقاومت ها. این از بحث مربوط به تعریف مقاومت ها و نماد الکتریکیشون. اما یک قانونی ما داریم اینجا به نام قانون او. قانون او به این معنا هست که اگر یک جریانی از مقاومت عبور کنه، حالا یه جهت قراردادی برای ولتاژ در نظر میگیریم، از سر مثبت ولتاژ وارد و از سر منفی ولتاژ خارج بشه، چون مقاومت ها معمولا عناصر دو سری هستن، سر مثبت و منفی زیاد براشون فرقی نداره. اگر جریان I از دو سر مقاومت عبور بکنه، ولتاژی دو سر این مقاومت ایجاد خواهد شد که مقدار این ولتاژ برابر است با حاصل ضرب مقاومت در
جریان. واحد ولتاژ ولت، واحد جریان آمپر که حالا با A نشون میدیم، اینم با V. واحد مقاومت اوم هست، به خاطر قانون اوم حالا واحدش رو اوم هم نامگذاری کردن. نمادش هم به صورت حرف اومگا یونانی هست. همینجا حالا یه بحث رو هم انجام بدیم. میتونیم این بحث رو داشته باشیم که I مساوی یک آروم V هست دیگه، درسته؟ V تقسیم بر R. همین رابطه رو میتونیم به این صورت داشته باشیم. یک بر روی R رو میگن هدایت الکتریکی. هدایت الکتریکی که واحدش زیمنس یا مهو هست، یا بهش زیمنس هم میگن. پس عکس مقاومت هدایت الکتریکی است که واحدش زیمنس یا مهو هست. خب حالا توی این قضیه اگر جریان آی مثلا از سر منفی وارد از سر مثبت خارج بشه، هیچ اتفاقی برای این رابطه نمیفته، فقط یک علامت منفی اضافه میشه. میگم این منفی هم صرفا بحث قرارداد هست، وگرنه ما ولتاژ مثبت یا ولتاژ منفی نداریم، معنی فیزیکی قابل قبولی نداره، صرفا قرارداد هست. پس ما اگر سر مثبت وارد بشه از سر منفی خارج بشه، مثبت آر ضرب در آی، و اگر از سر منفی وارد از سر مثبت خارج بشه، منفی آر ضرب در آی رو خواهیم داشت. عددمون همون آر ضرب در آی هست، مثبت و منفی فقط نشون دهنده اون قرارداد قانون اوم است. خب این تا اینجا داشته باشیم بحث رو. یک سری بحث هایی رو ما اینجا در ادامه خواهیم داشت به نام اتصال عناصر الکتریکی، که خب اینجا مشخصا ما در خصوص مقاومت ها قرار صحبت کنیم، ولی خب این بحث اتصال ها برای همه عناصر الکتریکی مثل خاضر، مثل سلف، مثل منابع و عناصر دیگه وجود خواهد داشت. ما سه نوع اتصال خیلی رایج داریم: اتصال سری کانکشن، موازی یا پارالل کانکشن، و اتصال ستاره مثلث یا استار دلتا، ستاره مثلث. بحث ما این نیست که همه اتصالها در همه مدارها یا سری یا موازی یا ستاره مثلث. بحثمون این هست که اگر اتصالی ما در مدار داشتیم به صورت سری بود، یا به صورت موازی بود، یا به صورت ستاره مثلث بود، میتونیم از معادلش کمک بگیریم برای ساده کردن مدار، برای ساده سازی مدار، اینکه راحت تر بتونیم مدار رو یه جورایی چیکار کنیم؟ تحلیلش کنیم. وگرنه هیچ نیازی به قول معروف به این نیست که همیشه ما باید دنبال این باشیم که همه اتصالات یا سری باشن یا موازی یا ستاره مثلث. بحث ما این هست که اگر جایی دیدید که اتصالی بین عناصر الکتریکی از نوع سری بود، یا از نوع موازی بود، یا از نوع ستاره مثلث، با معادل سازی اونها میتونید تحلیلتون رو راحت تر بکنید یا خیر. خب اولین اتصالی که باش روبرو هستیم و میخوایم بررسی کنیم اتصال سری هست، اتصال سری مقاومت ها. بحث سری بودن یکی اینه که عناصر پشت سر هم یا متوالی باشن، پشت سر هم یا متوالی متصل باشن. به زبان خودمانی انتهای یکی ابتدای بعدی باشه. خب و مهمترین نکته‌ای که در عناصر سری باید در خصوصش توجه داشته باشیم اینه که از محل اتصال عناصر متوالی انشعابی گرفته نشده باشد. درست؟ به عنوان مثال فرض کنیم ما همچین چیزی داریم.
همینجور الی آخر تا بحث کنیم به یه منبع ولتاژی وصله مثل VT. ما اینجا R1 داریم، R2 داریم، R3 داریم، R4 و همینجوری الی آخر تا R که یک جریان I از اینها عبور میکنه. یه جریان I از اینجا عبور میکنه. خب بحث ما این هست که میخوایم ببینیم آیا میشه این مدار رو با یک همچین مداری جایگزین کرد یا خیر. به جای همه مقاومت ها من یک مقاومت قرار بدم که دقیقاً دو سرش ولتاژ VT باشه و جریانی که ازش میگذره جریان I باشه. خب حالا میخوایم ببینیم که چطوری میشه این کار رو انجام داد. یعنی اینکه من به جای مقاومت های R1 تا Rn مقاومتی قرار بدم مثل RT که کار تمام این مقاومت ها رو با هم انجام بده. این دوتا قرار معادل هم باشن. معادل بودن یعنی دقیقاً کاربرد و کارکردشون عملکردشون یکسان هست، یعنی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، صرفاً برای جمع و جور شدن مدار، راحت شدن تحلیل، به قول معروف کم کردن هزینه و کم شدن حجم فضای اشغالی اون مدار ساخته شده این معادل سازی ها انجام میشه، وگرنه لحاظ کارکرد و عملکرد فرق با هم دیگه ندارن. حالا یه بحث دیگه ای که داریم، ما قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم اول ببینیم که R1 تا Rn طبق این تعریفی که کردیم عناصر سری هستن یا خیر. R1 R2 R3 R4 و Rn پشت سر هم قرار گرفتن. از محل اتصالشون هم ببین اینجا R1 R2 متصل شدن، اینجا R2 R3 R4 و همینجوری الی آخر. هیچ انشعابی هم گرفته نشده. ولی فرض کنید یه همچین چیزی ما اینجا داشته باشیم. فرض کنید ما اینجا مثلا یه انشعابی گرفته باشیم، اینجا مثلا باشه R5 الی آخر مثلا، درست؟ اینجا R1 با R2 سری هست، R3 با R4 سری هست. دیگه R1 R2 R3 با R4 یک جا با هم سری نیستن. چرا؟ چون از محل اتصال R2 و R3 یه انشعاب گرفتیم، دیگه R2 و R3 سری نیستن و این تعریف دومش نقض شده. از محل اتصال عناصر متوالی انشعابی گرفته نشده باشه، درست؟ خیلی خوب. حالا با توجه به اینکه من دوباره اینو پاکش کنم، میگیم اینجا خب میگیم در عناصر سری جریان، این یکی از نکاتی خیلی مهمه در بحث‌های تحلیلی ما، جریان عبوری از همه آنها یکسان است. و در عناصر موازی، حالا بعد بهش میرسیم، در عناصر موازی ولتاژ دو سر همه آنها یکسان است. خب با توجه به این دوتا بحثی که ما اینجا داشتیم میخوایم این رو، خب وقتی یه جریانی از مقاومت R1 میگذره طبق قانون او یه ولتاژ دو سرش ایجاد میشه، من به این میگم V1. یه ولتاژ دو سر R2 ایجاد میشه V2، دو سر R3 V3 و همینجوری الی آخر تا V. خب VT من، ولتاژ کل من میشه جمع این ولتاژ ها دیگه، سیگما این وی آی ها، یعنی V1 به علاوه V2 تا Vn. خب VT
وقتی قرار معادل باشن طبق این شکل پایینی و قانون اوم مگه نمیشه آرتی ضرب در آی مساویه V1 چی میشه؟ R1 ضرب در آی طبق قانون اوم. درست؟ این بحثی که ما داریم اینجا انجام میدیم ادامهش بر اساس قانون چی هست؟ اوم هست. V1 میشه چی؟ R1 ضرب در آی. V2 میشه چی؟ R2 ضرب در آی. V3 میشه چی؟ R3 ضرب در آی. همینجوری الی آخر Rn ضرب در آی. حالا برگردیم به این قضیه. در عناصر سری جریان عبوری از همه آنها یکسان است. یعنی این آی و این آی همه با هم یکسانن. من میتونم از طرفین معادله حذفش کنم و این به من این رابطه رو میده. RT برابر است با R1 به علاوه R2 تا R. پس مقاومت معادل چند مقاومت سری برابر میشه با جمع اون مقاومت ها. یعنی اگر کسی گفت که چرا میشه جمع این مقاومت ها، علتش به این خاطر هست. حالا شاید ازتون اثباتی چیزی رو نخوان، ولی خب به هر حال بدونید که چرا میگن جمع چند مقاومت سری میشه ببخشید مقاومت معادل چند مقاومت سری میشه جمعشون ضرب تقسیم تفریقشون نمیشه، به این علت هست. خب امیدوارم که تا اینجا ابهامی نبوده باشه. در ادامه حالا بریم سراغ بحث مربوط به مقاومت‌های موازی. اگر ما چند مقاومت موازی داشته باشیم، مقاومت موازی مفهومش حالا عناصر موازی، حالا چه مقاومت چه هر چیز دیگه، عناصر موازی هر دو سر آنها به یک اتصال یکسان مربوط خواهند بود. عامیانه بخوایم بگیم سر و ته این عناصر باید یکی باشه. به عنوان مثال فرض کنید ما اینجا یک منبع جریان داریم R1 R2 تا Rn. چیزی که ما اینجا طبق اون قانونی که گفتیم داریم اینه که در عناصر موازی ولتاژ دو سر همشون یکسان هست و برابر V، حالا یا VT یا هرچی VT مثلا، اینم IT. درست؟ حالا ببینیم مثلا این عناصری که داریم علاوه تعریف موازی هستن یا نه. خب موازی بودنش رو ببینید. سر منبع جریان مثلا به اینجا وصله، به این خط وصله، تهش هم به این خط وصله. حالا سر مقاومت R1 به این بالا، سر مقاومت R2 به این پایین، سر مقاومت R3 به این بالا، سر مقاومت R3 به این پایین و الی آخر. درست؟ یعنی سر و ته همشون یک جا و مشترک هست. من اگر این شکل رو به این صورت، حالت به قول معروف بهش میگم پیازی هم بکشم، هیچ مشکلی برای این شکل ایجاد نخواهد شد. درست؟ R1 R2 و Rn این سر همشون به این نقطه، ته همشون هم به این نقطه متصله. خب لحاظ موازی بودن که مشکلی نداریم. خب حالا طبق همون بحثی که برای عناصر موازی داشتیم، ما اینجا اگر بخوایم برای عناصر سری هم همون بحث رو برای عناصر سری اون بحث رو داشتیم، برای عناصر موازی هم بخوایم همون بحث رو داشته باشیم، میرسیم به این رابطه: 1/RT برابر هست با 1/R1 1/R2 تا 1/Rn. یعنی در عناصر موازی ما چی داریم؟
عکس مقاومت کل برابر است با مجموع عکس های مقاومت ها. اگر خاطرتون باشه ما عکس مقاومت رو میگفتیم چی؟ هدایت الکتریکی. هدایت الکتریکی در عناصر موازی برابر است با حاصل جمعش. درست شد؟ اینم از این قضیه. من حالا اینجا کات بکشم. پس در عناصر موازی ما همچین رابطه رو برای مقاومت‌های معادل یا برای هدایت الکتریکی معادل داریم. حالا یه رابطه خیلی راحت‌تر هست. اگر فقط دو تا مقاومت موازی داشته باشیم، R1 و R2، اون وقت RTمون R1 ضرب در R2 میشه، حاصل ضرب بر روی حاصل جمع. اگر دو تا مقاومت داشته باشیم، دو تا مقاومت موازی، مقاومت معادل رو میتونیم به این صورت پیدا بکنیم. خب اینم فعلا از بحث معادل سازی مقاومت های موازی. پس ببینید ما اینجا بحثمون این نبود که مدارمون قرار اتفاق خاصی براش بیفته. گفتیم اگر در جایی دیدیم مقاومتامون سری بودن یا مقاومتامون موازی بودن و دیدیم با معادل سازی اونها، یعنی اون چند تا مقاومت سری یا چند تا مقاومت موازی رو برداریم جاش یک مقاومت بذاریم، کارمون رو راحت تر میکنه. خب این کار رو انجام میدیم. یکی دیگه از بحثایی که حالا ما اینجا خواهیم داشت بحث تبدیل ستاره به مثلث هست. خب اینو من بیارم بالاتر. ستاره به مثلث یا حالا دلتا استار. این مثلثمون، اینم حالا امیدوارم که این شکل ستاره مثلث ما هست. فرض کنیم مقاومت های مثلث ما RA، RB و RC باشه. مقاومت های ستاره ما R1، R2 و R3. این نقاط هم نقاط مثلا A و B و C. من دیگه از اثباتش میگذرم، فقط میخوایم روابط تبدیل اینها رو بگیم. ببینید بحث این نیست که ما این شکل رو داشته باشیم، بحث ما این هست که ما اگر همچین شکلی رو داشته باشیم، خب بتونیم تبدیلش کنیم به ستاره یا برعکس نه اینکه حالا حتما اینا توی همدیگه باید باشن، نه، داخل هم گذاشتیم که راحت‌تر بشه روابطش رو به خاطر سپرد. خب ما اگر RA، RB و RC رو داشته باشیم و R1، R2، R3 رو بخوایم پیدا بکنیم، یعنی روابط چی؟ روابط تبدیل مثلث یا دلتا به ستاره. درست؟ R1، R2 و R3 به این صورت به دست میان. R1 میشه RA، RB بر روی RA به علاوه RB به علاوه RC. R2 توی اینا تمام مخرج ها یکیه. R2 برابر با RA، RC
یعنی مقاومت مثلا R2 رو میخوایم پیدا کنیم، ببینید دو تا مقاومت‌های کناریش با هم ضرب میشه، RA RC بر روی مجموع مقاومت‌ها RA RB RC. R3 چجوری پیدا میشه؟ R3 برابر میشه با RB RC بر روی مجموع مقاومت‌ها RA RB RC. و برعکس برای تبدیل ستاره به مثلث. ستاره به مثلث یعنی چی؟ یعنی من R1 R2 و R3 رو دارم، میخوام RA RB و RC رو به دست بیارم. RA برابر میشه با چی؟ R1 R2. اینجا صورت ها برابره، R1 R3 به علاوه R2 RC تقسیم بر RA روبروش مقاومتی R3 تقسیم بر RC. RB من دیگه صورتش رو نمی‌نویسم، صورتش دقیقا همون هست. رو اینجا این صورتش هست دقیقا همین بر روی R2 و RC بازم صورتش همین، هیچ فرقی نداره، تقسیم بر R1. این هم از بحث تبدیل های مقاومت های ستاره به مثلث و برعکس. خب تا اینجا با عناصر الکتریکی که قراره با اونها سر کار داشته باشیم، یعنی منابع مدارهای مقاومتی، منابع و مقاومت ها آشنا شدیم. از کلیپ آینده، از بحث آینده ما یواش یواش بحث قوانین تحلیل مدار و روش های تحلیل مدار رو شروع خواهیم کرد. به امید اینکه این جلسه هم براتون مفید واقع شده باشه. ما رو از نظرات خودتون بی بهره نذارید، حتما داخل پیج نظرات و کامنت های امیدبخش خودتون رو بذارید. اگر انتقادی هم هست به روش تدریس، اونها رو هم لطفاً بفرمایید که اصلاح بشه. حتما داخل کانال ما، پیج ما عضو بشید و ویدیوهای جدید رو دنبال کنید. خیلی متشکرم، تا کلیپ آینده.